سیکولرهای اروپا و امریکا اسلوب‌های خاصی را بر کار گرفتن که این اسلوب‌ها را یکی ما و شما سرش بحث میکنیم. اولش اسلوبشانی است که اونا وقت یک منطقه را میخواین تحت استعمار خود قرار بدن و یا جهان اسلام وقتی که خواستن که تحت استعمار خود قرار بدن، اول تربیه کادرهای سیکولر است. اولین کاری که اینا میکنن تربیه میکنن کادرهای سیکولر. کادرهای سیکولر از طریق مکاتب سیکولاریستی جور میکنن، از طریق پوهنتون ها را جور میکنن. مثلا آل امریکا در بسیاری از ممالکی که قصد استعمار از اونا را دارن به نام پوهنتون امریکایی اونجا تأسیس میکنن. این پوهنتون امریکایی مثلا در بیروت، اگر شما ببینید که در بیروت مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش چی کارهایی کرده و چه قسم کادرها را تربیه کرده و چه قسم از اونها استفاده کرده، باز ما و شما دقیق میفهمیم که این برنامه بسیار خطرناک است. یک تعداد بورس میتن جوانها را مثلا از طریق بورس ها و طورا. این برنامه هست، یعنی تو نیست که دلسوزی برای ما میکنه، میگه که حکومتش برش میگه که شما مثلا امکانات علمی ندارین، در ساینس ندارین، در طب ندارین، در فیزیک، در جغرافیا، در انجینیری، در سایر رشته ها بورس میتن و از طریق بورس ها جوانا را میبرن و اونجا در پالوی ازی که به حساب مسلک است، اونا چون برنامه دارن اونا را سیکولر تربیه میکنن. اونا از اونجا که آمدن بالاخره چهره ظاهری چی است؟ مثلا زمو مسلمان است، لکن مغز زو مطابق فکر و اندیشه غربی و کار میکنن. پس این تربیه ها از طریق مکاتب زیاد مکاتب جور میکنن، مکاتب سیکولاریستی. از این صنف اول که ببینی شما مکاتبی که بر از این هدف جور شده، مثلا در کابل در افغانستان خیلی این پروژه ها را زیاد ما شما بچه‌ش میبینیم. یک 30 سال پیش وقتی که ما میخواندیم جنگ فکری، استادا بر ما مثال میداد، ما ایران میمونیم که کوکی در کجای قسم است، باز بر ما میگفت در فلانی منطقه افریقا هست، در فلانی منطقه هست، در فلانی کشور عربی هست. وقت در افغانستان گپ ها قدر نبود، اگر یا بود ما نمیفهمیدیم. ولی حال به سر چشم آدم میبینم مثلا یک مکتب سیکولر را شما سیل کردین که اساسش همی است که وقتی دخترک و پسرک خرد صنف اول وقتی که به مکتب میرن، اینا را زمین اول مختلط اینا را در یک صنف میشونن و در وقتی که در صنف بدن چادر از از بین میبرن و ساتیری با همراه دختر و پسر بیگانه را میقسم عادی میسازه. و در پوهنتون ها عین گپ است. در پوهنتون اگر شما برین مثلا در صنف هایی که مختلط است، سال اول می دخترها بسیار با حیا می باشن، چادرش خدا محکم میگیرن که بچه‌ها گپ نمیزنن. سال در سال صنف 2 صنف 3 صنف 4 در صنف های 3 وقتی که بیری امی دو صنفی که دختر و پسر در اینجا هستن آنقدر آزاد هستن، آنقدر بی تفاوت شدن که هیچ برش از خود بیگانه معلوم نمیشه. پس این تربیه کادرهای سیکولر از دوران مکتب شروع میشه به دوران پوهنتون و به این شکل همین سیستم در چیز. حالا شما سوال کنید مثلا در یک پوهنتون است 300 نفر در گروپ A هست، 300 نفر در گروپ B هست. وقتی در گروپ ای بری چه قسم تقسیم بندی میکنن؟ این حالا اگر رئیس پانزه سیکولر نمی بود یا سیستم هم نمی بود، خب میتونست که بگه که این 300 نفر دختر در گروپ ای باشه، 300 نفر بچه در گروپ بی باشه. و چی میکنن؟ میگن نه 1.5 دختر و 1.5 بچه در گروپ ای، 1.5 دختر و 1.5 بچه در گروپ بی. و خود به خود قصدن میخواین که چیز کنن. یعنی بعضی اوقات که پرسانشان میکنیم بهانه میکنن که ما امکانات نداریم یا جای نداریم یا فلان نداریم. در حقیقت یک پروژه هست که باید همین قسم باشه. چرا اگر مثلا وقتی که هیئت می یا خارجی که می سهل میکنه اوه این صنفای شما دخترها جدا هست، بچه‌ها جدا هست، باز برازی پانزه نه کمک میکنن نه مساعدت میکنن نه مثلا رئیسش مدال میده، بلکه میگه افراطی هست چطور است. از این خاطر تربیه نسل‌های سیکولر از طریق بورس ها، از طریق ایجاد مکاتب و انستیتوت ها و پوهنتون های سیکولر این پیش میبرن.